در قلب رشته کوههای پربرف هندوکش یک پیوند بین دیر وقت و آینده برای افغانستان به وجود آمده است. تونل سالنگ شاهکاری از زیرساخت مدرن که با میلاد تاریخ و فرهنگ این سرزمین هم آغاز شده است. یک تونل دو قلمرو از شمال به جنوب افغانستان به کمک تونل سالنگ مسیر جدید را کشف می کند. این پولی برای تجارت، ارتباط فرهنگی و همبستگی ملت است. از زمانهای قدیم این مسیرها نه تنها جاده‌های ترابوری بلکه جسورانه ترین داستان‌های مردم افغانستان را حمل می‌کردند. امروز تونل سالنگ نه تنها با کاهش زمان و مسافت بلکه با هم آغازی دوباره تاریخی ترین فصل‌های این سرزمین را تجربه می‌کنند. به ما بپیوندید در این سفر از آزمایش‌ها، تلاش‌ها و همدلی. تونل سالنگ پیوندی است که با افتخار، تاریخ و آینده افغانستان را به یکدیگر متصل کرده است. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح دریا و در موقعیت مرکز کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشند. کار ساخت این تونل در سال 1337 خورشیدی آغاز و پس از 6 سال در سال 1343 خورشیدی ختم شد. این پروژه در زمان صدارت داود خان با همکاری دولت وقت شوروی آغاز شد. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای عرض 6 متر می باشند. بیشتر کار این پروژه توسط نیروهای ارتش افغانستان در زمان دگروال محمد نسیم خان انجام شده است. هزینه احداث این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است. این تونل فاصله میان شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر کرده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان متصل می‌کنند. قبل از احداث این تونل وسیله تجارت و انتقالات از میان کوههای پربرف هندوکش صورت می‌گرفت. در زمانهای قدیم مردم از شمال به طرف جنوب افغانستان از طریق 5 راه سخت‌گذر سفر و انتقالات می‌نمودند. این راه عبارت بود از شاهراه میان بادغیس و هرات، از راه مرغاب و کوتل نخوتک، شاهراه دوم میان بامیان و مزار شریف، جاده سوم خنجان به شمالی، جاده چهارم میان بدخشان و پنشیر، جاده پنجم میان بدخشان و نورستان بود. همکنون دو شاهراه آن یعنی هرات، بادغیس و سالنگ ها اعمار شده است. متباقی خامه است. در آینده ها اعمار هر کدام از این راه ها ضروری است. مفکوره وصل شمال به جنوب افغانستان از طریق شاهراه پخته پس از سلطنت امیر شیر علی خان پیدا شد. شاهان افغانستان غرض دفاع و ترقی وطن مجبور شدند تا از تولیدات صنعتی مدرن روسیه استفاده کنند. انتقال چنین وسایل به یک شاهراه پخته و اساسی ضرورت داشت. در سالهای 1302 تا 1308 خورشیدی امیر حبیب الله خان خواست تا از راه شیبر سالنگ شمالی را با سالنگ جنوبی وصل کند. کار این سرک با هزینه 40,000 طلای اشرفی و نقره نیکولایی را برداشت. ساخت این سرک توسط اردوی افغانستان به قماندانی مهندسی برگت عبدالغیاث اختصام یافت. این جاده توانست تا حدود مشکلات دولت و مردم را حل کند، ولی 3 مشکل را با خود داشت. یکی قیریزی نشده بود، دوم فواصل زیاد را در بر داشت، سوم این که در زمستان زیاده اوقات شاهراه به نسبت برف باری مسدود می شد. روی همین علل این جاده نتوانسته بود پاسخگوی نیازمندی‌های مردم شود، تا آنکه دولت افغانستان با همکاری دولت اتحادیه شوروی سابق سرک سالنگ ها را طور اساسی و پخته اعمار کرد. این جاده در خود تونلی به فاصله 2.7 کیلومتر دارد. تونل سالنگ در مراحل اولیه ظرفیت انتقال 600 ماشین را در یک شبانه روز داشت. در سالهای 1352 خورشیدی ظرفیت تونل با نصب ماشین‌های هواکشی ظرفیت 2000 ماشین را در یک شبانه روز دریافت کرد. تونل سالنگ تا سال 1993 به طور عادی بر روی ترافیک باز بود. در سال 1372 خورشیدی جنگ سخت میان عبدالرشید دوستم و احمدشاه مسعود در گرفت. مسعود و قماندان بصیر سالنگی به منظور جلوگیری از ورود نیروهای جنرال دوستم جاده را تا فاصله های چندین کیلومتری تخریب کرد. این جاده پس از انفجار بم در یک حوض پر آب بزرگ طبیعی از بین رفته، شاهراه مسدود و سخت گذر گردید.
در سال 1998 میلادی غرض جلوگیری از ورود طالبان قسمت دهانه این تونل توسط نیروهای جمهوری اسلامی انفجار داده شد. کار احیای دوباره این تونل پس از سال 2002 میلادی با همکاری بانک جهانی آغاز شد. چون تونل در یک ارتفاع نهایی رشته‌کوه‌های هندوکوش قرار دارد، همه ساله توسط ریزش برف‌کش‌ها مسدود می شود. تلفات انسانی را به بار می آورد. سردی این محل در زمستان تا منفی 25 الی 30 درجه سانتیگراد می رسد. در 18 دسامبر سال 2022 یک تانکر سوخت در تونل سالنگ منفجر شد و در این حادثه حداقل 31 نفر کشته شدند و 37 نفر دیگر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. تونل سالنگ با کوتاه کردن مسیر از شمال به جنوب افغانستان به طور مستقیم باعث کاهش زمان و مسافت سفر بین این دو منطقه می شود. این امر علاوه بر افزایش کارهای اقتصادی و تجاری تسهیلات بیشتری را برای مسافران ارائه می دهد. این تونل به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی برای تجاری و تبادله کالاها و خدمات بین شمال و جنوب افغانستان عمل می کنند. این امکان باعث افزایش حجم تجارت و درآمد منطقه می شود. با ایجاد این تونل و با کارگیری تکنولوژی های مدرن در آن، امکانات و امنیت ترابری برای مسافران و کالاها بهبود می یابند. این امر باعث افزایش اعتماد و ترجیح مردم با استفاده از این مسیر می شود. تونل سالنگ به عنوان یک جاذبه و محور ارتباطی میان مناطق مختلف به ایجاد تعاملات اجتماعی و فرهنگی میان اقوام و قومیت‌های مختلف افغانستان کمک می‌کنند. این ارتباط می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و تعاملات مثبت در کشور کمک کنند. احداث تونل سالنگ می‌تواند به توسعه و رونق مناطقی که تاکنون به دلیل دسترسی مشکلات داشته‌اند کمک می‌کنند. این تونل می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توسط زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم در این مناطق شوند. این تونل میتواند به تسهیل انتقال نیروهای نظامی و امنیتی در سراسر کشور کمک کنند. این امر میتواند به تقویت قابلیت‌های دفاعی و امنیتی افغانستان کمک کند. تونل سالنگ به ارائه گزینه‌های حمل و نقل عمومی مؤثرتر بین مناطق مختلف افغانستان کمک میکند. این امر باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مانند بهداشت، تعلیم و اشتغال می شوند. با افزایش استفاده از تونل سالنگ، ترافیک در مسیرهای دیگر که تاکنون به عنوان مسیرهای اصلی استفاده می شود کاهش می یابد. این امر منجر به کاهش آلودگی هوا، ترافیک گرفتگی و زمان اضافه برای مسافران می شود. وجود تونل سالنگ و امکانات بهبود یافته ترابری در منطقه می تواند به جذب گردشگران به افغانستان کمک کند. این مناطق با طبیعت زیبا و مناطق خیره کننده می تواند جذابیت‌های گردشگری منحصر به فرد را ارائه دهد. احداث و بروزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل امکانات فناوری را در این مناطق بهبود می بخشد. این مسیر می تواند به تسهیل در ارتفاع فناوری، تخصص و توانمندی‌های مردم افغانستان کمک کنند. در کل، تونل سالنگ به طور جامع به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی در افغانستان کمک می‌کنند. این پروژه باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در سبک زندگی مردم، توسعه مناطق محروم و ایجاد امکانات بهتر برای آینده کشور می‌شود. من در اینجا ویدیو رو به پایان می‌رسانم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای دیگر بدرود. لطفاً در کانال ما عضو شوید.